تا آغاز مسابقه محتشم گرند اسلم دوشنبه یک روز دیگر باقی ماند. امشب افسانه‌های جودوی جهان تدی رینر و شوهی اونو به شهر دوشنبه تشریف آوردند. همکارانمان از جریان استقبال آنها گزارش می‌دهند. پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه عائله جودوی جهانی را در آغوش خود میگیرد. تشریف ستاره‌های درخشان جودوی جهانی با پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه ادامه دارد. در میان دیگر مهمانان و ورزشگران قهرمان 3 کرته بازی‌های المپی، 12 کرات چمپیون جهان، 5 کرات چمپیون اروپا، قهرمان بسیار کرته فرانسه تدی پیر مری رینر به تاجیکستان آمد. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه این ستاره درخشان عالم جودو را نمایندگان فدراسیون جودوی تاجیکستان و دیگر مسئولین تاجیکانه استقبال گرفتند. باید بگوییم که تدی رینر برای اشتراک و هنرنمایی در گرند اسلم دوشنبه به تاجیکستان آمده است. ورزشگر معروف فرانسوی تدی رینر سرجایزه‌ترین چمپیون جهان در نمود جودو محسوب می‌یابد. او در کارنامه ورزشی خود 12 مرتبه عنوان قهرمانی را در چمپیونات جهان به دست آورده است. تدی رینر 35 ساله در کارنامه ورزشی خود با دستاوردهای بزرگ نایل گشته است. او در وزن جمعی 100 کیلوگرم در گرند اسلم دوشنبه برآمد خواهد کرد. شهر دوشنبه ستاره دیگری جودو سابق ورزشگر ژاپنی آنو را نیز در آغوش خود گرفت. آنو سیاخه یکی از معروفترین ورزشگران وزن 73 کیلوگرم محسوب می شود. سابق ورزشگر معروف ژاپنی همچون مهمان فخری در گرند اسلم دوشنبه حضور خواهد پیدا نمود. آنو قهرمان 2 کرته بازی‌های المپی، قهرمان 7 کرته جهان، برنده جام جهان، برنده نشان طلای بازی‌های آسیایی و جایزه‌دار چمپیونات آسیا و غالب یک قطار مسابقه‌های دیگری بین المللی میباشد. سیاخه آن با کارنامه ورزشی خود خاتمه بخشیده فعلا به کار مربیگی مشغول است، اما در رقابت